انا میرا جبل الثور میگن، کوه ثور. یعنی برای چی مردم اینجا زیارت میان و اینجا کار میکنن، بگیم زیارت میکنن، در اینجا نماز میخونن، هرچند نماز خوندن در اینجا فرض میکنن تا امروز هر روز هزارها انسان‌ها این مکان میان زیارت میکنن. این همان مکانی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ظلم مشرکین قریش بر همینجا فنا بودند، همینجا بجا شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه بودند، در مکه مکرمه بودند و مردم مکه بود پرستند. مردم مکه بود پرستند. از چوب و از سنگ برای خودشان یک هیکل ساز میکردند و همون را سجده میکردند. از چوب و از سنگ برای خودشان هیکل ساز میکردند و همون را سجده میکردند و این چوب و هیکل های میکردند به نام صالحین گذشته. نگاه کنید، حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبر بود، از او را یک بود ساز میکردن، همه سنگ میتونستن، نامش ابراهیم میموندن. یک انسان صالح دیگه یا انسان خودترس دیگه بعد در زمانهای گذشته تاریخ میکنن، خیلی خیلی مونده. حضرت مثال از سعدی میگن، حافظ میگن، حضرت ابو علی بن سینا میگن، حضرت عبدالرحمن جامی میگن. یا همه خیلی بزرگان و صالحین گذشته شما چیکار میکردن؟ یا سنگ میتراشیدن، نام همو را میموندنش، او را سجده میکردن. و این چیز بدونید چگونه که خودمون هم خیلی مقبره درست کردگیم، رفته عبادتگاه درست کردگیم، همه چیزها هم تماما حرام است، نادرست است. حرام و نادرست است. این را جاش هست بگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی گفتن که هر قبرستانی که از همین 4 انگشت خاکش زیادتر از برای چپش، هر قبرستانی که از 4 انگشت خاک زیادتر است برای چپش کنید. این فتنه بزرگ میاره. فردا مردم ایرا عبادتگاه قرار میده، ایرا مزار میکنن، ایرا میان برای فرزند، برای کودک و برای چشم عید قلم میکنن و انسان مشرک میشوند، به الله شرک میارند. این چیزا وقتش بود برای شما گفتم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم میفهمون که ای مردم، این سنگی که شما بر دوست خود میتراشید، این چوبی که بر دوست خود میتراشید سجده میکنید، این یگان فایده و ضرر بر شما نمیرساند، هیچ فایده بر شما نداره. این نه شما را شفا میکنه، نه شما را بیمار میکنه، نه برای شما رزق میکنه، نه شما را بای میکنه، نه کمبخت، هیچ فایده و ضرر بر شما نمیرسه. این جسم بیجان هست. مردم قریش چی میگفتن؟ یه ما پدرامون به همین یافتیم، پدرای ما به شما را گمراه بود. برای آنها سخت میرسید که پدرای آنها گمراه گفته شود، پدرای آنها مشرک گفته شود. و انسان هایی که اهل خیرات بودن، عقل سالم داشتن، انسان هایی که غرور و تکبر نداشتن، این سخن ها برای آنها تاثیر میکرد و دین اسلام را قبول میکردن. چگونه دین اسلام را قبول نکنی که در حالی که ترا به سوی عبادت خالق خود، آن الله که ترا آفرید، برای تو روزی داد، برای تو آسمان خلق کرد، زمین خلق کرد، آفتاب و ماهتاب و ستارگان خلق کرد، برای تو در یک سال دنیا را 4 بار تغییر میدهد، 4 فصل هست، 4 بار تغییر میدهد دنیا را. برای تو ای آسمان باران میباراند، برف میباراند، شعله میباراند. برای تو از زمین ها رفتنی ها را میرویاند، درختان، میوگان، سبزوات، هر چیزی که تو بخوای برای تو از زمین میرویاند. چگونه او را سجده نکنید؟ چگونه شما در برابر او بجای او الله یک چوبی بیجان، یک سنگ بیجان سجده میکنید؟ و بسیاری از انسان ها ایمان میآوردند، چون عقل سالم درها قبول میکند. و انسان هایی که تکبر بودن به مانند ابوجهل، امیه بن خلف، عتبه، ولید بن ولید، مغیره و دیگر دشمنانی که بودن، مشرکای بدبخت میگن که سردارای قوم بودن، آنها چیکار میکردند؟ آنها بجای که ایمان هم نمی آوردند، مردم از ایمان آوردن من میکردند و دشمنی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردند. اساس دشمنیشان چی بود؟ اینکه دین پدرای ما را تو تحقیر میکنی. و دیگه میگه که دشمنی چی بود؟ میگو که وقتی که ما مسلمان شیم، وقتی ما اسلام را قبول کنیم، ما و همه یک ظلم هر زمان در یک طبق بشینیم، یا انسان سیاه‌پوست یا انسان کمبغل گفت همه ما میایم در یک طبق بشینیم. یعنی کبر و غرور داشتن، تکبر داشتن. و بالاخره چیکار کردن؟ تصمیم گرفتن که باید محمد کشته شود. و شیطان ابلیس آمد در مجلسشان نشست، گفت که محمد شما این گونه بکنید.
اوزویس اون کدوم چند از سموگیم بزرگای که از یا کسی نه برو پهلوانای قریش را چیکار کنه؟ کنم همه چیز رو کرایه کنایز بگیره. بگیم چند از پهلوانای قریش کرایه بگیره و آنها را پول کمان بده. نکردم همه بارش آنها اپشتی مردم محمد رفته بسنیم مورا بیو من هم همیشه بگو که الپشت باری بیست و که قوم محمد هم آنها را بکشد در همین کار خلاص می شود. دیگر فتنه ایبان می رود. شیطان و دشمن انسان است، دشمن پیامبران است، دشمن انسان‌های صالح است. و همین قصت است. چند از پهلوان‌ها را پول دادند و آنها را گفتند که همیشه باید ما محمد را بکشیم. و الله سبحانه و تعالی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خبر داد که چیکار کند؟ از خانه‌اش بیرون شود. این مشرکین قصد کشتن او را دارند و به رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه هجرت داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از خانه بیرون شدند و چیکار کردند؟ خانه حضرت ابوبکر رفتند و همراه ابوبکر صدیق و همین با پناه بردند. رفت خانه حضرت ابوبکر صدیق گفت یا ابوبکر الان الله بر من اجازه هجرت داد و در این هجرت تو هم سفر من خواهی بود. و برآمدن شب هنگام آمدن به همین جا در همین غار پناه بردند و 3 روز در همین غار بودند. در مدت 3 روز تمام جا را مشرکای مکه میکافتند که محمد پیدا کنند. حتی جایزه تعیین کردند گفتند کسی محمد زنده یا مرده ش بیاورد 100 تا شتر جایزه 100 تا شتر جایزه و تمام جا را میکافتند تا اینکه همین مکان هم یافتند. یک چوپان نفر زنگی در همین جا همون مقامتی گفت 3 نفر از اینا که بر همون بالا میبرامد گفتند انیق محمد در همین کوچه قدم شدند. آمدند تا در همون غار رسیدند. حتی حضرت ابوبکر صدیق میگه که اگر یک بازاری پاش نظر میکرد ما را میدید. ولی الله در یک مدت کوتاه به تورتنک دستور داد که رفته زنی غور محکم کرد. وقتی که یک جور رفیدی کمی تورتنک محکم کرده اگه جو عقل میگه در جو آدم هست. و در کتاب های سیرت میاد که الله دستور داد که به یک کبوتر که رفته در روز تخم شدند و تورتنک در یک مدت اونجا را محکم کرد و یک کبوتر اومد و تخم کرد در اونجا خواب کرد. وقتی مشرکین اونجا را دیدن گفتن که این غار پیش از تولد محمد کسی در آمدی نیست و این مکان را ترک کردند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد 3 روز از همینجا به سوی مدینه هجرت کردند و سال شماری اسلامی هم از روز هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حساب کرده می شود. از روزی که رسول الله از همینجا برآمدن هجرت کردند 1447 سال شد. 1447 سال. اگر این بود همون مکانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ظلم مشرکین پناه بردند تو این روز مکانی رو میان زیارت میکنند. ای باقیش ان شاء الله با در ما بیان میکنیم. اون جایی که با اومدن به اون مکان اوج میریم طرف عرفات.